بدون اینکه کسی کارشناسی بکنه، بره فکر بکنه، صبح میاد میگه که آقا بیا بکنیمش دلار رو 4800. بعد اون میگه نه حالا چرا 4800 بکنیم 4500. تیکه های فیلم ها رو شما ببینید خیلی جالبه. دست رو گذاشت روی صندلی که بلند شه، گفتم آقای جهانگیری حداقل بگو 4800. آقای جهانگیری حرف منو که شنید، به رئیس جمهور بغل دستش بود، گفت آقای دکتر اجازه میدی 4500 بگم؟ شما ببین رخ ارز اینجوری داره تعیین میشه. گفت نه من که آقای جهانگیری میدونی که نظرم 3800 تومان بوده. بعد میره مصاحبه میکنه میگه 4200. نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود. یعنی همینجوری رو هوا، اصلا کسی نمیپرسم آقا تو چرا کردیش 4800، چرا کردیش 4500، چرا کردیش 4200. گفتن 30 میلیارد دلار گوشش اعتبار شد. بانک مرکزی در کمال تعجب میگه ما آمار نداریم که به کی ارز دادیم. صورتشو بدید به کی دادید؟ آخه مگه میشه که من نه تو دارو دیدمش نه تو غذا دیدمش. و تخصیص ارز پیدا کرد و پرداخت شد و از اون بر معلومات کالاش اومده یا نیومده. برای یه عده‌ای ارز دادن برای کالاهایی که اصلا ضرورت نداشته. عرض کردم 400 میلیون دلار لیستش هست. 400 میلیون دلار دادن به کالای بهداشتی آرایشی به اسم دارو. یکی به اسم مواد اولیه کارخونه، یکی به اسم همین چای دبش. چای دبش نمونه بارزشه دیگه. چرا اینجوری شد؟